قاعده دوازدهمی است که مفهوم ذات در لغت و اصطلاح بفهمیم. اصلا کلمه ذات که هست، خود کلمه ذات برای خالق متعال در قرآن و سنت استعمال نشده. حتی بعضی از علما کلمه ذات اجازه نمیتونه، میگه میره شما استفاده نکنین. به هر صورت علمای عقیده استعمال کردن در لفظ و خود معنای ذات اصلا به معنای صاحب است، ولی در قرآن عظیم الشان به عوض کلمه ذات کلمه نفس استعمال شده. الله سبحانه و تعالی میگه و یحذرکم الله نفسه، یعنی الله متعال از نفس شما را میترسانه. پس اگر انسان بتانه که امو کلمات اصلی که در قرآن و سنت استعمال شده امو را استعمال بکنه، این خوبتر است. ولی بعضی کلمات تو علما میگن که مشکل نیست در اصطلاحات. به هر صورت کلمه ذات هم استعمال شده و حال زیادتر به حساب زبان دری ما و شما استعمال میشه. و در اصطلاح ایمان داشتن به وجود و یگانگی خالق متعال در چی می باشه؟ در نفسش یا در ذاتش می باشه. به مو شکل که الله متعال خودم معرفی کرده، انسان مؤمن باید به مو شکل الله را بشناسه. مثل که در سوره اخلاص است قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله متعال خودم معرفی کرده که ذات یگانه هست و چون در عصر جاهلیت اعتقادات مختلف پیدا شده بود. مثلا مشکلی است که وقت تیر میشه، زمان تیر میشه، وقت از پیغمبر زیاد تیر میشه، مردم امو کتاب الله و سنت امو پیغمبر الله را فراموش میکنه که فراموش کرد عقیده تغییر میکنه. اگرچه مثلا قریشی ها میگفتن که ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم، لکن اونا در ذات خالق متعال میگفتن که ملائکه دخترای الله هستن. و یهودی ها میگفتن که ما چی هستیم؟ میگفتن که ما پیروای موسی علیه السلام هستیم. ولی کلشان در ذات خالق متعال مشکل داشتن که ما و شما در سای بعدی سرش میاییم.